به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. همین اول بسم الله جا داره بازم از حمایت‌های شما دوستان و مخاطبین کانال خودتون هشتگ سپاسگزاری کنم که همیشه ما رو یاری کردین و به ما انگیزه میدین تا از روی خاک‌اندازا و دشمنان قسم خورده مردم ایران رد بشیم. این مهم امکان پذیر نمیشه مگر با پشتیبانی شما دوستان گرامی که باعث قوت قلب ما میشه. تا الان از دشمنان مردم ایران و نقشه‌های کثیفشون گفتیم واسهتون که چطوری با هوشیاری رهبری و مردم سنگ روی یخ شدن و بازم دمشون رو گذاشتن رو کولشون و در رفتن. بعد از شکست مفتضح پارسال خاک‌اندازا الان دوران پس لرزه‌های بعد از شکست رسیده که هر روز از یه گوشه اخبارش به گوش ما میرسه. البته پارسال خیلی دست و پا زدن و هر چی داشتن رو کردن و حتی از مهره‌های جدیدی هم استفاده کردن، اما بازم بیفایده بود. فرقه ززا فکر میکردن با استفاده از علی کریمی میتونن سوستوپولی رو تأثیرگذار کنن، ولی تنها تأثیر نزدیکی علی کریمی به ززا این بود که خود علی کریمی هم تأثیرگذاریش رو از دست داد. میخوام اینو بگم دوستان که شکست پارسال این جماعت که یه پروژه بزرگ از طرف غربی ها بود تا ایران رو تجزیه کنن چند تا مسئله رو خیلی خوب اثبات کرد. یکیش این که چهره واقعی کمپوزیسیون خارج از کشور رو به خوبی برای همه نمایان کرد. الان اعضای همین اپوزیسیون شکست خورده از شدت سوزش کاری جز حمله به همدیگه ندارن تا شاید اینطوری بتونن از زیر فشار افکار طرفدارانشون بیان بیرون. در تازه ترین مورد مسیح علی نژاد قومی کلاه شلنگ گرفته رو سوستوپولی و خواهان بایکوت اون شده. این تراشقال هم با تیتر اپوزیسیون خارج از کشور همبستگی یا گوسه است گفتگویی با مسیح انجام داده که دیدنش خالی از لطف نیست. من با آقای پهلوی نشستم در جورجتاون. چرا آقای پهلوی با من نمیشینه صحبت بکنه؟ یعنی اگر ایشون با من و بقیه اعضا منشوری رو امضا کرد، در کنار ما نشست ولی بدون هیچ توضیحی به ملت ایران، بدون هیچ توضیحی به بقیه اعضا ترک کرد و نمیتونن بنشینن با ما گفتگو کنن، آیا واقعا ضرورتی داره که ما هر بار اینجا جمع شیم و مدام در این مورد حرف بزنیم؟ و یا من بازم تکرار میکنم، خود شما حتی موفق نشید که ایشون رو در یک برنامه بیارید و پاسخگوش بکنید، ولی مدام مثل پای میکروفون هر بیانیه‌ای میده، زود سریع فلان کس چنان بیانیه داد، شما حتی منو هم باید بایکوت بکنید. یعنی قشنگ سوستوپولی رو شست و پهن کرد. حتما یادتون هست همین دلقکا پارسال دور هم جمع می شدن و حرف از براندازی جمهوری اسلامی ایران می زدن، اما الان شدت سوزش شکست کار رو به جایی رسونده که این دلقک میاد میگه سوستوپولی رو بایکوت کنین چون به مردم پاسخگو نیست. اینا هنوز به قدرت نرسیدن اما بازی جنگ قدرت میکنن. اگر من به شما پاسخگو نباشم هیچ وقت هیچ مصاحبه نکنم بجز مثلا چند تا خبرنگار مجیزگو داشته باشم، یه تلویزیون داشته باشم، یه وبسایت، فقط به اونا جواب بدم، ولی شما وظیفه دارید من سرفه هم میکنم منتشر بکنیم. نه خیر، شما باید منو حذف بکنید اگر من پاسخگو به ملت ایران نباشم. مردم ایران پاسخگویی میخوان، شفافیت میخوان. در تمام این چند ماه گذشته شما چرا موفق نشدید که همه ما رو پاسخگو بکنید کنار هم در یک ببخشید تمام رهبران دنیا دارن این کارو میکنن. من برای همین که دیگه نمیخوام میتونیم بکنیم فرستادن درخواست دیگه به زور که نمیتونیم یعنی کسی رو شما باید کار تحقیقی بکنید. روزنامه‌نگار کار تحقیقی میکنه. همونطور که دیدین دارن در به در دنبال یه راه فرار میگردن که یکی دیگر رو مقصر شکستشون جلوه بدن و خودشون رو سفیه شوری کنن. هرچند این بازی‌ها واسه من و شما و مردم ایران هیچ رنگ و بویی نداره ها، اما حمله به رعب پهلوی یعنی خاک‌اندازا بدجوری به در بسته خوردن. خداییش میشه گفت کاری که این میمون با سوستوپولی کرده لنگ دمپایی با سوز که هموم نکرده بود. مشاوران سوستوپولی هنوز دارن به خودشون میپیچن و سر به دیوار میکوبن. حتما واسهتون جالب خواهد بود که بدونید این موضع‌گیری مسیح در مقابل ززا باعث موجی از حملات طرفداران دو طرف به همدیگه شده و یه جنگ حسابی رو انداخته. در همین رابطه آکانت وحید بهمن که یکی از طرفداران سوستوپولی هستش با حمله به مسیح قومی کلاه نوشته اینو هم فکرانش مگر دیروز هشتگ نزدن و خودشان را زخمی نکردند که ما سلیطه هستیم و به ما بگویید سلیطه، الان چرا ناراحت شده؟ در ضمن پرسیدی آیا مسیح علی نژاد سلیطه است؟ پاسخ میدهم آری، تو نه تنها سلیطه که لکاته و گجستک و دگوری و بدسگال و فرومایه هم هستی.
در ضمن زنک شیاد رسما دروغ میگوید. آقا من 2-3 تا از این فوشا رو نفهمیدم، شما اگه فهمیدین لطفاً تو کامنت ها برامون بنویسینش. فکر نمی‌کنم دیگه فوشی مونده باشه که نثارش نکرده باشه. قشنگ هر چی لقب که مختص قشر خاک‌اندازه بار طرف کرد و از روش رد شد. البته حملات فرقه پهلوی به مسیح از خیلی وقت پیش شروع شده بود، از زمانی که فسادهای گسترده این دلقک رو شد. خاک‌اندازا حملات اون به چاهزاده رو راهی برای فرار و لاپوشونی این رسواییش میدونستن. البته هدف همه اینا رسیدن به پوله، فقط دوست ندارن سهم یکی دیگه بیشتر از مال خودشون باشه. در ادامه یک کاربر دیگه با هشتگ بایکوت اینترنشنال نوشته که چون این آشغالا فقط بلدن امثال قمی کلا رو بیارن برای بی احترامی به چاهزاده، یکی در جوابش باید میگفت که تو که خودت رو رهبر میدونی چرا علنی میگی برید از طرف من فوش بدید دلم خنک بشه؟ خجالت نمیکشه زنی که سلیته؟ جالبه بدونید دیگه اوضاع واسه این جماعت انقدر ناجور شده که اینترآشغال رو هم ضد سوستوپولی میدونن و خواستار بایکوتش هستن. فکر کنم با این فرمون برن جلو تمام اعضای اپوزیسیون توسط خود خاک‌اندازا بایکوت بشن. دیگه این وسط نمیذارن ما خرابشون کنیم. حالا بریم سراغ حملات مخالفان سوستوپولی که از صحبت‌های مسیح قمی کلا حسابی خرکیف شدن. کاربری نوشته توجه مسیح با تریلی از روی سوستوپولی رد شد. بله جناب پهلوی دیگه گذشتون دوران یک کتازی، الان باید پاسخگو باشی. یه خاک‌انداز دیگه نوشته در ائتلاف بعدی جایی برای امثال پهلوی شیاد و نازنین بنیادی نخواهد بود. این خدایش جوک سال بود که با این اوضاع قمر در عقرب بازم حرف از ائتلاف بعدی میزنن. بابا قبول کنین شماها 100 سال دیگه هم زور بزنین بازم شکست میخورین و مردم ایران دمتون رو قیچی میکنن. اینم واسه این میذارم که متوجه بشین دوستان که کار فرقه سوستوپولی و کلن خاک‌اندازا دیگه تمومه. این استقبال فرقه سلطنت طلب رضا چاهزاده رو بذارین کنار استقبال مردم ایزه تا لبخند مهمون خونه هاتون بشه. خانم ها آقایان، یک بار دیگه برای بار سوم تظاهرات رسمی پادشاهی خواهان روبروی سفارت جمهوری اسلامی. بفرمایید. حالا فهمیدید چرا با رضا پهلوی مخالفیم؟ ما با این آدم مخالفیم، تعارف هم نداریم، برای اینکه آمار ما رو رسون به 0. این یه فاجعه است. من خون گریه کرد. خداییش چقدر شلوغ بود، واقعا ترسیدم. یادتونه میگفتن طرفدارای سوستوپولی شلغم میلیون ها نفرن؟ میگم حتما به خاطر نیومدن بارون ترسیدن خیس بشن. میبینین دوستان همش همینه، اون همه ادعا و هارت و پورت کردن که علم میکنیم و بل میکنیم و چاهزاده برمیگرده ایران و الی آخر ختم شده به این سیرک خالی از تماشاگر. این یعنی دیگه هیچ گول دروغای فرقه سوستوپولی و کلن اپوزیسیون رو نمیخوره دیگه، حناشون هیچ رنگی نداره و اینجاست که بازم میرسیم به قدرت و صلابت جمهوری اسلامی ایران که دشمنانش اینطوری خار و ذلیل شدن. بعد نیست این روایت قابل تأمل رئیس قوه قضاییه از اغتشاشات سال گذشته و بیشرمایی که نتونستن کشور رو به هم بریزن بشنویم. کسی میتونه دیگه امروز واقعا بگه که این حقوق بشر 100% سیاسی نیست؟ شما ملاحظه میکنید این بیشرم ها نسبت به اون چی که خودشون در سال 1401 در ایران به وجود آوردن کی حمایت کرد؟ کی اونها رو در بغل گرفت؟ کی به اونا آموزش داد؟ کی به اونا اطلاعات داد؟ کی به اونا اسلحه داد؟ کشور رو میخواستن به هم بریزن، نتونستن الحمدلله. اون وقت میان به عنوان یک گروه مثلا کمیته حقیقت یاب گزارشی تهیه میکنن که هیچ کدومش هیچ مبنای منطقی عقلی و قابل دفاع نداره، با یک نگاه کاملا سیاسی و با یک نگاه کاملا غیر حرفه‌ای گزارشی تهیه میکنن و به عنوان اینکه بله در ایران حقوق بشر نقض شده. کی داره این حرفو میزنه؟ خیلی جالبه واقعا. بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی که در ایران حقوق بشر نقض شده اما 5 ماه دارن میبینن چه جنایاتی میشه، حمایت میکنن، اسلحه میدن، کمک میکنن، در محاصره آب و غذا و دارو و غیره کمکشون میکنن دشمن را.
اونا بشر نیستن، اونا نقض حقوق بشر نیست. یعنی قشنگتر از این نمیشد غربی‌ها و غلامانشون رو رسوا کرد. میخوام اینو بگم دوستان که گول بازی غربی‌ها رو نخورین. بین حرفا و عملکردهای دشمنان ایران زمین تا آسمون فرق هست. چیزی که اونا نشون میدن و کاری که خودشون میکنن به خوبی حقیقت رو روشن میکنه. در آخر هم ممنون میشیم نظرات شما دوستان عزیز رو در این مورد داشته باشیم. ممنون و متشکرم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.